سلام دوستان، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با یه ویدیوی گیم پلی خیلی خفن، خیلی فلانه. امروز اومدیم با ماینکرافت مناطق محروم با نیما. بزن بریم. نیما سلام بچه‌ها، خوش اومدی به استریم. سیری نیست تو ویدیو یوتیوب. ببخش ویدیو فکر کردیم ما از پشت کمد اومدیم. این در دوتیو رو چیز کنم، این در دوتیو رو چیز کنم، سانسورش کنم. اینا رو میذارم نه پشت میدم بابا، لکن بابا میفته. آجی فار یه میشه. مشکلت با در دهاتی چیه؟ مشکل ندارم اونجا. اینجا رو صدا چیز دارم، جوجه چیک چیک. خواستم دریا بشم، بچه ها تو کامنت ها نیما خواننده بزرگترین در آدم عشقی کسکش دارم شو آهنگ بخورم. آهنگ بخورم اونم صدای گوش یک تخمی زیاد کردی. دریا بشم وقتی پشه میاد در گوشت. اینجوری دقیقه بین از این چیزا داشتم، از این دهنی ها، سوز دهنی ها. ببین دقیقه اینجوری ببین نه دقیقا گرد سرویس. طالبت گفتم طالب شنیدی ممکنه خدا همون شیطان باشه؟ چرا؟ بابا تو خفه شو. طالب شنیدی تو یارو اومده ویدیو گیم ببینه داریم میگیم خدا همون داداش. بچه اینجا خب نیما تبدیل میشه به مدیل. پس دیدم یه جا خوندم و دیدم که نوشته بود احتمال اینکه خدا همون شیطان باشه هست. حالا این خدا همون شیطانه، شیطان کیه؟ ملوخ. تا اسم ملوخ رو شنیدی؟ خدایی که خود شیطانه، خدایی که به ظاهر پاک دامنه، با رفتارهاش گولت میزنه، دست به دولت میزنه. میفهمی؟ دوستان شیطان داریم. نه ملوخ میپرستن شیطانو نمیپرستن. شیطانو نمیپرستن که ملوخو میپرستن. میفهمی؟ یه گاویه. ملوخ کیه دقیقا؟ یه گاویه، همون چیز ستاری برعکس. یه گاویه که تنوره. بعد نه منظورم اون نبوده واقعا، ولی این حرومزاده ها کندن اومدن تو خونه. واقعا دو تا از سمی ترین چیزایی که میتونه باشه و از منزجر کننده حالمو بهم بزنه این دوتاست. اولیش آزار حیوان بود، دومیش چی بود؟ آزار بچه. اوه پسر، من میدونید علاقه بچه ها نمیگم علاقه ندارم. ببین نمیگم خوشم میاد از بچه ها، نمیگم خوشم نمیاد. مشکلی با بچه ها ندارم ولی نمیدونم چه جو با بچه ها رفتار کنم. مثلا بچه میاد کنارم میگم چیه؟ برو بر بچه ببین من بچه کلا با بچه ها همین که داداش اینا چی اینجا کشتی؟ یه پلکم زد چوبه دیگه. چوبه هنوز نرسیدی؟ یعنی هنوز چیز نشده؟ اون چیزه رو آب دادی بهشون؟ واقعا مردم، فکر کنم واقعا مردم. بریم انتقام بگیریم عروضادای نیما برو کنار. نایمدیم تاو کردش. آره اینجوری هست. خب اینا رو هنوز نباید بکنم. بذار یه چند تا چیز دیگه هم بکنم. این ردیفه رو بذار بکنم.
بکنم. این ردیفه پایین رو میخوام بکنم. میخوام از هر گیاهی یه نوع بکارم بعد ببینم چی در میاد، چی سبز میشه. این منم دارم خب بتونم یا بده کندکاری کن کندکاری کن. دیدی؟ آهنگ یه افغانی آره. شبا گوش میده موقع خواب. کندکاری کن. این الان من مثلا افغانی هم. این همون خنده کنه گل آره؟ نه خنده کن گل نیما کندکاری کندکاری کن لاله جان کندکاری کن بابا مهندس مهندس من دستکم گرفتی مهندس خفه شو کندکاری کن. تو چرا افغانی شدی؟ داشتی تو مهندسی بخشی یه دست گم کردم. مهندس افغانی وطن داری؟ افغانی این ویدیو رو ببین پارا میکنن. خوزیشه بلش کن بذار اینا رو فارم کنم. ما مهندس سر رو وای 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 پارو شدی. از خودت افغانی شدی. این بمبه آجی من برم چند بمب بسازم. به اون یکی آب بده. جان دهنت باز اینا اومدن. ای مهندس مرا دستی کم گرفتی. کجان مهندس مهندس یه تریاک دارم هر چقدر بکشی تمام نمیشه. داداش چرا بلوچ شدی؟ نمیدونم کانال چجوری دست بود خود آخه لرزش. نمیدونم آخه لرزشون بلد نیستم با افغانی حرف بزنم. ببین یه دونه تریاک دارم. نه عادی حرف بزن تو ببین تو ببین یه تریاک دارم هر چقدر بکشی تموم نمیشه. شبیه اون بستنیه بود اون روز بهت دادن هر چقدر میخورد تموم نمیشه. سیز دارک شد که ببین چیز مهندس بایستا برایت یه خاطره بگویم. یه روز با یک لور بودیم دعوا عمل شد. او آجر پتاب میکرد ما خشت رو هم میکردیم خانه میساختیم. شبیه اختابوس تو قابس پنجه باشی خیلی به هم میگفتن شبیه اختاپوسم ولی نمیدونم چرا. شبیه اون نیستی شبیه اون میخندی. باشی اینا رو بذاری جفتمون بکنی رو بگو چرا؟ فردا میاد خونمون رو کندکاری میکنم. بدتر شد. فردا میاد باید میبینی هی تختت داره میره پایین میری زیر تختت میری زیر تختت داره کندکاری میکنن. بعد میگی برمیگره بهشون میگی داری چیکار میکنی اینجا؟ یعنی هیچی داریم کندکاری میکنیم تونل میزنیم به افغانستان ببریم اونجا کونت بزنیم. بچه افغان هستی؟ بچه ای با تو هم کسکش. یه روز امتحان نداشته بود این ویدیو رو با دل ایدیزیم با دل جون سرویس گفت یادت گفته بودی تا حالا به این فکر کردی که نقش شخصیت اصلی داستانی؟ شخصیت اصلی داستان نیست. چرا؟ من سایت کاراکترم بودش. من شخصیت فرعی داستان. دیدی ویلنه یه ویلن هست مثلا ویلن باسه بعد شخصیت اصلی داستانه دیدی هم چیزیو؟ ویلنه آره مثلا تقریبا مثل اون گرگه تو گربه چرک پوش. نه گرگه نه یه ویلنی مثلا یه ویلن
بعد من اونیم که برای ویلن کار میکنه داشت، یعنی گرفتی پول برای ویلنه کار میکنه تا پولش رو بگیره، میگیری چی میگم؟ برای پول کار میکنه، برای پول با ویلن کار میکنه، همچین چیزی. پاشو تو خودت ویلنی چی میگی؟ همین فردا پاشو برو یه بانک بزن، مامورا رو بزن بکش، ببین کی ویلنه. ببین همه فردا میرم کندکاری میکنم زیر بانک، از اینجا میرم داخل بانک همه پولا رو میذارم، تو بخور. همه پولا رو میذارم رو دوشم. من الان خب بعد اومدن پیدام کردم میگم دارم کار میکنم، بچه افغان است، کندکاری میکنم، دارم کندکاری میکنم. نکن تو برای شخص دلستر است؟ دلستر داری؟ لولش زده بود بیرون، من انگشتم کردم داخل لولش کندکاری کردم آوردم بیرون. بچه افغان هستی؟ بله افغانم نمیدانستی؟ نه آخر کندکاری نمیکرد. بله من فارمیر هستم. چی هستی؟ فارمیر. فارمیر تو فارمیر کارش چیست؟ فارمیر باید کندکاری کند دیگه. نه من فارمیر میکارم کاشت میکنم. کاشت میکنم. کاشت میکنی فارمیر. کاشت بچه نیما خدافیزی کن. خوش اومدید به ویدیو. دیار جالبی بود، گیم جالبی بود. تا ویدیوی دیگری، تا یه ویدیوی دیگه. خدا بشه. بای خداحافظ بچه خداحافظ.